ماموران اژانس مبارزه با رشوه‌خواری در تاجیکستان یک مسئول ریاست وزارت رشد اقتصاد و عضو مجلس ناحیه اسماعیل سامانی را با اتهام گرفتن نیم میلیون دلار رشوه دستگیر کردند. مقامات آژانسی روز 3 اکتبر گفتند اسکر نورعلی زاده برای مساعدت در گرفتن 10 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت دولت از یک شهروند 1 میلیون دلار خواسته است. نورعلی زاده این مبلغ را برای داخل کردن طرح تشکیل و رشد ساحه مرغ پروری در ناحیه جلال‌الدین بلخی طلب کرده است، گفتند در آژانسی. تا حال وکیل دفاع یا نزدیکان اسکر نورعلی زاده درباره این قضیه اظهار نظر نکردند، اما مقامات آژانس ضد فساد در گزارش کامل جزئیات اتهام علیه اسکر نورعلی زاده را شرح دادند. مقامات آژانسی میگویند مقام وزارت رشد اقتصاد هنگام گرفتن 490,000 دلار در نزد طربخانه افسانه در دوشنبه دستگیر شد. بعداً هنگام تفتیش خانه نورعلی زاده 10,000 دلار دیگر را یافتند که او قبلاً برای کارش گرفته است. مقامات میگویند نورعلی زاده برای اجرای وعده‌اش به نام همسر خود یک خانه 3 حجره‌ای هم طلب کرده است و در چند حالت دیگر آوردن پول نقد را نیز خواسته است. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون نسبت به این مقام وزارت رشد اقتصاد و سودا با اتهام سوء استفاده از مقام و تقلب و رشوه‌خواری پرونده باز کرده است. مقامات آژانس ضد فساد این حالت را تلاش برای لطمه زدن به رشد اقتصادی تاجیکستان نامیدند. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین الملل در مقام 152 در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. با گفته این سازمان دلایل‌ها نشان می‌دهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد.